السلام علیکم. در نوار با خبر و رویدادهای مهمی در ناحیه امان و هم در حدود ریسپوبلیک ازبکستان رخ داده بخش خبری اخبار. امروز سنه 5 ایون عید سعید فطر می باشد و به همین خاطر یکایک شما را مبارک بادی می گویم و از روی معلومات ها در کشورمان به حساب عمومی 2057 عدد مسجدهای جامع موجود بوده. امروز در 1983 عدد آن مسجدها زیاده از 2,200,000 نفر نماز عید را خواندند. در ناحیه سخنه سحری امروز در مسجدهای جامع نماز عید سعید فطر را خواندند. گزارشی داریم در همین خصوص. باعث علاهیده قید نمودن است که با شرافت استقلال مملکتمان به خلق ما میراثی بای بابایی عنعنه‌های پاک و پابرجای نیاگانمان برگردانیده شد و در این مدت عیدهای ملی و دینی ما نیز از نو احیا شده. امروز ما این عیدها را با فخر و افتخار بزرگ قید می‌کنیم. راه آوردن به نیاگان، پرستش و پاسداری عنعنه‌های پاک و بای بابایی آبرو و نفوذ مملکت ما را در عرصه جهانی باز هم فزونتر نمود. در قطار دیگر عیدهای دولتی هر سال اهل ریسپوبلیک ما با برابر دیگر اهل مسلمین دنیا عید ماه شریف رمضان را قید می‌کنند و این سال نیز عید پرشکوه ملی در ریسپوبلیک ما به خصوص در ناحیه ما به طور وسیع قید کرده شد. از نام اداره مسلمان ناحیه همه جمعی مسلمان ها را به این عید رمضان تبریک تهنیت ها میگوییم. برای همه‌شان پروردگار امروز دراز و رزق فراخ دهد و همه خیر رزق‌های نازل به عیدها و بسیار بسیار میرساند. عید ماه شریف رمضان با گذاشتن نماز عید آغاز می‌یابد و به همین خاطر در مسجدهای جامع محله‌ها و دهات‌های ناحیه اهالی نماز عید گزاری کردند. از سحری بر وقت مسجدهای جامع در حدود ناحیه بوده نیز بسیار سیر آدم بود و همگان بهر خواندن نماز عید رمضان به اینجا آمده بودند. ما امروز نیز سحری در مسجد جامع عنایت الله شده از نماز عید ماه شریف رمضان نوار برداری کردیم و گفتن ممکن است همگان با چهره‌های گشاد و قلب‌های لبریز از نشاط برای گذاشتن نماز عید آمده بودند. پیش از آغاز نماز عید ماه شریف رمضان پیشوایان دین ناحیه نزد همگان معروضه و موعظه ها کردند و سخن بیشتر عاید غمخواری و اعتبار حکومت به خود سرور دولت رفت. در حقیقت امروز اعتبار و غمخواری حکومت به خود سرور دولت بهر تامین آزادی وجدان در جامعه بسیار کلان است. همچنین حاضران این به همایی عاید خصوصیت و خاصیت های ماه شریف رمضان به سوال های خود پاسخ ها گرفتند. گفتن ممکن است که برای آزادانه به اتمام رساندن وظیفه های شرعی برای پیشوایان دین از جانب حکومت قلعه و شرایط های مساعد فراهم آورده شده است. این نکته ها به هنگام موعظه ها بارها تاکید یافتند. همین طریق امروز روزی چهارشنبه تمام اهل مسلمین دنیا عید ماه شریف رمضان را قید کردند. همگان با خوشنودی و مسروری به‌حد بعد خواندن نماز عید راه سوی خانواده های خود گرفتند. باید قید سازیم که در اکثریت مسجدهای جامع محله و دهات‌های ناحیه نماز عید ماه شریف رمضان را گذاشتند و اهل این محله ها خصوصا از آن هستند که عیدهای ملی ما در اساس قرار سرور دولت قید کرده می شود و در ریسپوبلیک همان با آزادی وجدان نیز راه وسیع گشوده شده است. همین طور امروز در تمام گوشه و کنار ناحیه عید ماه شریف رمضان قید کرده شد. ما بار دیگر تمام همجارانمان را به عید ماه شریف رمضان تبریک نموده با تمام اهالی ناحیه آمد و برای موفقیت و تمام خوشی ها و پیروزی های روزگار را تمنا میکنیم. همه آدم بیزه الله ساخت سلامت نزد کار کرده خدمت کرده ما با این پیرشه برآمده پنسه رفته آزا خیلیشتون. بخش اخبار تلویزیونی سوخ دوام دارد و الحال شما را با خبرهای مهم و آخرین روزی در مقیاس ریسپوبلیک رخ داده شناس میکنیم. در ولایت تاشکند روز 4 ایون سال جاری تحت رهبری پرزیدنت شوکت میرزیویف جماعت به طریق ویدیو سلکتر شده گذشت. از روی معلومات های نمایندگان حاکمیت چهارم در جماعت مسئله های رواج دادن ساحه خواجگی قشلاق ولایت تاشکند عاقلانه استفاده بردن از میدانهای کشت سرحاصل و آبدار از نقطه نظری تنقیدی تحلیل کرده شدند. رهبر دولت در دوام نطقش عاید معمای آب نیز علاهیده ایستاده گذاشت و قید نمود که اگر به خلق آب هم دادن نتوانیم پس حق نداریم که در اداره نشینیم. و گذشته از این رهبر دولت در ویدیو سلکتر عاید محیط معنوی ولایت تاشکند نیز علاهیده ایستاده گذاشت و به حاضران جماعت قید نمود که
در یک روز 200 صحیفه کتاب مطالعه کردنمان شرط است. متاسفانه همین را هم فراموش کرده ایم، گفت پرزیدنت شوکت میرزیویف. واقعا مطالعه کتاب معنویت انسان را بلند می کند و از شخص صاحب معنویت هیچگاه بدی نمی براید و شخص صاحب معنویت به جنایت دست نمی زند. افسوس که گفت پرزیدنت شوکت میرزیویف در ولایت تاشکند پاره‌خوری و دزدی بر این نمودهای جنایت خیلی افزوده است. پرزیدنت ریسپوبلیکای ازبکستان شوکت میرزیویف روز 4 ایون با رهبر ترکیه رجب طایب اردوغان ملاقات تلفنی کرد. در آغاز سران هر دو دولت همدیگر و خلق دو کشور را به عید رمضان تبریک نمودند و پس آن مسئله های مهم که به منفعت مردم هر دو دولت نگرانده شده است محاکمه کرده شد. معلوم گردید که در نتیجه همکاری دو کشور در دوام 4 ماه سال جاری حجم گردش سودای طرفین به 30 فایز افزوده است. شماره کارخانه های همکار باشد در دوام نیم سال به 2 برابر زیاد گردیدند. در ملاقات تلفنی باز یک چند مسئله ها از جمله سودا، صناعت، خواجگی قشلاق، طبیات مورد محاکمه قرار گرفت. واقعا در نتیجه خوب به راه مانده شدن همکاری ازبکستان با مملکت‌های مترقی عالم در ازبکستان از جهت اقتصادی ترقیات اوج گرفت و حیات مردم نیز تا رفت فراوانتر می‌گردد. طفیل سیاست انسان پرورانه پرزیدنت ریسپوبلیک ازبکستان شوکت میرزیویف در عرفه عید رمضان یک چند نفر شهروندان این کشور آفتابی که از آزادی محروم شده بودند از مدتشان پیش عفو کرده شده به آزادی برآمدند. در بین آنها از ناحیه ما نیز هستند. در عرفیت انسان را شیر خام خورده میگویند، به این خاطر که گاه دانسته و گاه ندانسته به راه خطا می رود، اما آنهایی که به راه خطا رفته و موافق قانون ریسپوبلیک ازبکستان به جوابگری کشیده شدند و امروز از رفتار و کردار خود سخت پشیمانند، با فرمان رهبر دولت در عرفه عید سعید فطر عفو کرده شدند. از ناحیه سوخنیز یک نفر ساکن محله غزناب مقصد ادبایف بهره‌واری شدنش به راه خطا با قرار سود از آزادی محروم شده بود. مقصد از رفتار و کردار خود سخت پشیمان شد و به همین خاطر امروز از مدت پیشتر به آزادی برآمد. رحمت هم پرزیدنت ما من عفو کردم و اومده حاضر اومدم همین شب. پرزیدنت ما رحمت هم موقع کسی عفو کرده من آزاد و برآمدم. ایله باش به خدا خواهدم تدبیر کار کرده و تمام خدمت کرده زنده میکنیم. رحمت پرزیدنت ما و ایستانمون در اومد پیش بچه کچشن. رحمت امروز خیلی ممنون است و گشته و برگشته شکرگزاری کرده عرض سپاس به رهبر ازبکستان میکند که او را از مدتش پیش به آزادی برآورد. او به قدر آزادی رسید. امروز از کرده هایش سخت پشیمان بوده. من بعد بهر رشد و رونق وطن با جد و جهد کوشش کردنش را تکرار به تکرار میگفت. مسئولان به خاندان مقصد ادبایف رفته به او صحبت آراستند. بهر تامین نمودن او به جای کاری دائمی یاری عملی رسانیدنشان را گفته گذاشتند. مسئولان مقصد از امکانیت های فراهم آورده رهبر دولت عاقلانه استفاده برده به تدبیرکاری مشغول شدنش را معلوم کرد. در آخر همین را گفتنیم که امروزها در مقیاس ازبکستان طفیل سیاست انسان پرورانه پرزیدنت شوکت میرزیویف هزارها نفر شخصان از آزادی محروم شده عفو کرده شدند و از مدتشان پیش به آزادی برآمدند. این باشد در راضی نمودن خلق از سیاست کنونی عامل مهم می‌گردد. عزیزان، این بود بخش خبری اخبار که شما توسط آن با خبرهای در ناحیه‌مان رخ داده و هم در مقیاس ریسپوبلیکا به عمل آمده شناس گشتید و در همین جا به بخش اخبار حسن انجام می‌بخشیم. خیر تا بازدید. در واقع با برنامه‌های تلویزیونی صبح بمانید، زیرا شما را در پیش صحیفه‌های استراحتی منتظرند.